سلام، نازنین بهرامی هستم. به اولین جلسه از دوره آموزش پیشرفته پریمیر خوش اومدید. دوره مقدماتی پریمیر رو با هم دیگه گذروندیم. افرادی که دوره آموزش محتوای ویدیویی رو تهیه کردن از سایت nazaninbahrami.com به تمام دوره هایی که انشالله در آینده هم اضافه میشه و همینطور دوره پیشرفته پریمیر دسترسی خواهند داشت و همینطور دوره ها به صورت تک دوره هم روی سایت nazaninbahrami.com قابل دسترسیه و میتونید خریداری کنید و استفاده کنید. خب توی دوره مقدماتی با فضای پریمیر آشنا شدیم، با ادیت کردن آشنا شدیم، با تدوین، با موشن درست کردن و خیلی از قسمت‌های مختلفی از پریمیر رو دیدیم و تمرین کردیم. توی دوره پیشرفته قراره حالا با پریمیر 2025 کار کنیم و اینکه حالا قابلیت‌هایی از پریمیر رو یاد بگیریم که بتونه سرعت تدوین ما رو بیشتر کنه و اینکه بتونیم محتواهای بیشتری برای بیزینسمون درست کنیم و در نهایت منجر بشه برای ما هم فروش بیشتر و اینکه خدمت بهتر به مشتریان. خب تو این جلسه حالا با توجه به اینکه دیگه این نگاه ما داریم که شما دوره مقدماتی رو گذروندین و آشنایی داریم با سکونس ها، با افکت ها و پنجره های مختلف پریمیر، نکات کاربردی و کلیدی رو میگیم که بتونیم برای تدوین بهتر و سریعتر استفاده کنیم. برای حالا شروع توی این جلسه میخوایم در مورد اینکه حالا دسترسی که راحت‌تر بتونیم داشته باشیم به پنجره‌های مختلف برای ادیت رو با هم دیگه ببینیم. خب اگر اینکه این قسمت از قسمت ویندو، قسمت ورک اسپیس رو شما داشته باشید، اگر اینکه پنجره هاتون به هم ریخته شده باشه یا هر دلیل دیگه‌ای که حالا ممکن جابجایی مختلف داشته باشید، با ریست تو سیو لایوت شما میتونید به حالت اولیه برگردید و همینطور میتونید با قسمت زدن آل پنل اینجا تمام ویندوهایی که نیاز هستش رو داشته باشید و تنها با یک کلیک، مثل افکت، گرافیک، مارکرها، هیستوری، ایونت ها، و با یک کلیک به بین اینا جابجا بشید، به جای اینکه حالا بخوایم هر بار یک پنجره جداگانه براشون داشته باشیم و حالا اینکه فضای کاری بگن. این یکی از قابلیت‌های خیلی راحتیه که مثلا شما اینجا وقتی افکت رو اینجا دارید خیلی راحت‌تر میتونید خب روی ترک هایی که دارید ادیت انجام بدید. موضوع دیگه که میتونیم در موردش صحبت کنیم، اگه من اینکه حالا بیام از این ترکمون چند تا کپی بگیرم اینجا، خب، و بین اینا فاصله ایجاد کنیم. اگر اینا رو همه با هم دیگه انتخاب کنیم و بریم روی قسمت سکونس و کلوز گپ رو بزنیم، فاصله بین این ویدیوها به راحتی از بین میره. به جای اینکه شما بیاین حالا دونه دونه مثلا میخواستید اینا رو فاصله ها رو به این صورت که قبلا یاد داده بودیم، یعنی ریپل دیلیت رو بزنیم، اینکه بخوایم دونه دونه حالا این کار رو انجام بدیم خب خیلی غالبا وقت گیره و خیلی راحتتر و سریعتر ما میتونیم بیایم روی سکونس و کلوز گپ رو بزنیم و اینا کاملا بسته بشه. یه موضوع دیگه که میخوایم در موردش تو این جلسه صحبت کنیم، زیاد کردن ارتفاع لایه ها برای اینکه بتونیم جزئیات رو بهتر ببینیم. خب من اینا رو پاک کنم. برای اینکه لایه رو زیاد کنیم میتونیم حالا از طریق این قسمت اقدام کنیم، همونجوری که میبینید این لایه روی اینجا وایسید و بالا پایین کنید، یا با نگه داشتن کلید شیفت روی کیبورد و اون قسمت اسکرولی که روی موس هستش با تکون دادن اون، یعنی به سمت بالا یا پایین بردنش، شما میتونید ارتفاع لایه ها رو کم یا زیاد کنید. خب حالا که ارتفاع لایه ها رو ما زیاد کردیم، بعضی مواقع نیاز ما خود ترک رو داشته باشیم و ببینیم، یعنی توی همون قسمتی که قبل از اینکه ادیت میخوایم یه صحنه‌های مختلفی انتخاب کنیم. وقتی که ارتفاع رو زیاد میکنیم و همزمان زوم رو زیاد کنیم روی ترکمون، بیایم روی قسمت سکونس، اینجایی که سکونس رو انتخاب کردیم، این سه تا نقطه رو ما اگه بزنیم، اگر اینکه کانتینیوس رو بزنیم، یعنی اینجا رو انتخاب کنیم، ما میتونیم فریم های مختلف رو داشته باشیم. اینجا ببینید من هر چقدر حالا بیشتر زوم کنم
فریمایی که میتونیم داشته باشیم با دیتیل بیشتره. یعنی میتونیم ادیتو نسبت به اون حالا زاویه‌ای که میخوایم خیلی راحت‌تر و بهتر انجام بدیم. خب این خیلی این نکاتیه که میتونه خیلی کاربردی و راحت‌تر و بیشتر به شما کمک کنه که تدوین رو راحت‌تر انجام بدید. موضوع دیگه که میتونیم حالا در موردش باهاش صحبت کنیم، اگر اینکه روی همون لایه باشیم و کنترل و شیفت رو با هم دیگه بگیریم، وقتی که اون قسمت اسکرول رو تکون میدیم، ارتفاع لایه کم میشه ولی با سرعت خیلی کمتر. یعنی ما میتونیم راحت‌تر حالا اون فریمی که مد نظرمون هست رو انتخاب کنیم. اگر اینکه از روی کیبورد فقط دکمه شیفت رو شما بگیرید، روی هر لایه‌ای که وایسید فقط همون لایه رو یعنی تکون میده. ولی وقتی دکمه آلت رو بگیرید، روی هر کدوم از لایه‌ها اونجا وایسه، به راحتی اون قسمت رو ارتفاعش رو کم و زیاد میکنه. یعنی نیازی نیست دستتون رو بردارید دوباره برید روی لایه دیگه. این مواردی که میتونه حالا خیلی کمک کننده باشه برای ادیت و کار رو سریعتر انجام بده. موضوع دیگه که میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم، زمانی که شما حالا در حال ادیت هستید و اینکه ممکن از یه پروژه‌ای بخواید به یه پروژه دیگه‌ای محتوای انتقال بدید، یا اینکه حالا ویدیویی یا فریمی یا هر چیز دیگه‌ای، و نیاز دارید که اون پنجره اون لایه رو داشته باشید در جلوی دستتون یا جلوی نگاهتون باشه. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، میایم روی اون پنجره و آن داک پلن رو میزنیم. وقتی آن داک پلن رو بزنیم، اون پنجره رها میشه و میبینید شما میتونید اینو به صورت جداگونه داشته باشید و حالا برید توی یه پروژه دیگه‌ای و از اطلاعات و دیتاهایی که توی این پنجره هست استفاده کنید برای اون پروژهتون. این هم یه موضوعی که خیلی خوب واقعا زمانهایی که آدم حالا پروژه ها زیادتر میشن، یا تو میخوای از یه ویدیو یه جا ادیت کردی قراره یه جای دیگه بهش اضافه کنی، این موارد خیلی کاربردیه و میتونه کمک کننده باشه. یه موضوع دیگه هم که حالا توی جلسه اول صحبت کنیم در موردش و اینکه حالا نمیخوایم خیلی هم جلسه اولمون طولانی بشه، در مورد هیستوریه. شما از قسمت پنل‌هایی که اینجا هستش، هم قسمت ویندو که اینجا هستش، میتونید دسترسی داشته باشید به ویندو هیستوری و حالا تمام اون تغییراتی که داشتین رو اینجا داشته باشید. اگر اینکه بخواید به قول معروف تعداد هیستوریایی که برای شما ایجاد میشه رو بیشتر کنید، میروید قسمت سه تا خطی که اینجاست و روی ستینگ و این عدد رو تغییر میدین. حالا این بستگی داره به حافظه لپتاپ شما که ببینیم تا چقدر این عدد باشه برای شما کاربردی تر. خب این مواردی بودش که دوست داشتیم توی این جلسه اول، حالا نمیدونم چه مدتی زمانیه که این ویدیو رو میبینید و چقدر از دوره مقدماتی که دیدید و تمرین کردید گذشته، ولی برای اینکه حالا با همون دوباره حال و هوای پریمیر آشنا بشیم، با فضاش و با این کاری که میتونیم انجام بدیم، فکر میکنم برای این جلسه اول کافیه و انشالله تو جلسه های آینده در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم با پریمیر، کاربردهایی که برامون ایجاد شده و اینکه در مورد پلاگین های پریمیر صحبت میکنیم و نکات جذابی که میتونیم از پریمیر برای تدوین راحت‌تر استفاده کنیم و محتواهای جذابی برای کسب و کارمون درست کنیم. خدا رو شکر که این جلسه آماده شد. سپاسگزارم ازتون که نگاه کردید. تمرین کنید، استفاده کنید از این موارد و به مرور با تمرین کردن مطمئن باشید که خیلی روونتر میتونید با پریمیر کار کنید و حالا اون زیر و بم و نکات خیلی بیشتری هم خودتون میتونید به دست بیارید. انشالله که در جلسه آینده میبینمتون، به امید دیدار در جلسه دوم.